من یه سفری چین داشتم. یکی از دانشجوهای افغانی عزیز ما که تو شانگهای چین رشته نفت و گاز میخوند خبردار شد که من اونجام تو گوانزو هستم. داییشون تو ایوو شرکت داشت. این سبقت الله 4 تا 5 تا زبان صحبت میکرد. تازه وارد دانشگاه شده بود از افغانستان عزیزمون، رشته نفت و گاز. اینقدر این جوان همت داشت که از شانگهانگ بلند شده بود رفته بود ایوو. گفتن شیخ یا تو بیا یا ما بیایم. بلیت رفت و برگشت تو همه چی با ما. اگر شما بیاید اونجا ما 200 تا شرکت افغانی تو ایوو داریم، میتونیم یه جلسه با مالکین و مدیران این شرکت ها بگیریم. من یک برنامه‌ای داشتم اونجا که نمیتونستم برم. دیدم که 2 روز بعد با داییش با پرواز آمدن. زبان اردو مثل بلبل صحبت میکرد، زبان انگلیسی، زبان پشتو، زبان فارسی. 1 سالم زبان چینی خونده بود، چون چینی‌ها خیلی تعصب دارن رو زبانشون، خصوصا تو دانشگاه ها. هنوزم اول کار بود. من به دایش گفتم سلام اون 200 تا دوستتون رو برسونید، هر کدوم از شما شرکت دارا سالی 1 هدیه به کشورتون بدید، در کنار اون همه مسائلی که درآمدهایی که دارید. گفت منظورت چیه؟ گفتم یک بورسیه تحصیلی برای یک جوان مستعد افغانستان عزیزم. شما 200 تایی که تو ایوو هستید، مثل همین جلسه تو کلالامبور با دانشجوهای تاجیکی و افغانی نزدیک 100 نفر بودن اونجا. برای علم و دانش هزینه بکنید. چند سال پیش من 7 نفر از نخبگان 1 رقمی، 2 رقمی، 3 رقمی سال 79 صنعتی شریف دعوت کردم بندر عباس. علم شیعه و سنی نداره، مسیحی و مسلمان نداره. توفیقات الهی در دنیا کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره. یه وقت یک عزیزی تو مسجد صحبت میکرد، میگفت که خداوند کفار رو نوکر ما قرار داده، خدمتگزار ما، که اونا کولر درست بکنن، هواپیما درست بکنن، ماشین درست بکنن، ما استفاده بکنیم. اونا نوکر ما هستن، ما نماز بخونیم. چقدر این پرته، چقدر دین ما رو داره بد جلوه میده. سنت های خداوند چه تغییر نمی کنه. کسی که اختراع و اکتشاف و خلاقیت و ابتکار نداره استقلالیت نداره. یعنی نماز خوندن کافیه، فکر نمیخواد. اونا نوکر ما هستن. برو نماز بخون، ناکن به جای میرسی یا نه. توفیقات الهی در مسائل مادی و دنیوی مسلمان و نمازخوان و مسیحی و اینا نمیشناسه. اما غیر مسلمان توفیقاتش شاید بیشتر از مسلمان باشه. مسلمان با نیت خدایی کردنش توفیقات رو متصل میکنه به اون دنیا آخرت، اونجا هم خالص برای چه؟ خدا میشه این اعمالش. فقط فرقشون تو نیته، اما تو موفقیتشون نیست. که خیلی از دانشجوهای ما یا خیلی از مسلمان ها این اشتباه رو میکنن. اونا نوکرمان اختراع و اکتشاف و خلاقیت و ابتکار، ما استفاده بکنیم. این نیست.
آمریکا 300 میلیون جمعیتشه، بزرگترین و مهمترین و بهترین ژن‌های برتر دنیا رو جمع کرده تو خودش و خانه فکر براشون درست کرده.